خیر میگم خدمت شما شنونده های محترم. امروز هم براتون یک پادکست زیبا آماده کردیم که به اتفاق با هم میشنویم. پنجره‌ای رو به مه. در دل یک روستای کوهستانی، جایی که مه هر صبح مثل رویا بر پنجره ها می نشست، خانه‌ای چوبی بود که سالهاست کسی در آن زندگی نمی کرد. اهالی می گفتند صاحب خانه پیرمردی تنها روزی بی صدا ناپدید شد، اما هر شب نوری کمسو از اتاق زیر شیروانی سوسو می‌زد. روزی دختری جوان برای عکاسی از طبیعت به اون حوالی رفت. کنجکاویش او را به سوی خانه متروکه کشاند. وقتی وارد شد، بوی قدیمی چوب و کتاب‌های خاک خورده در فضا پیچید. ناگهان صدای تق تق آرومی از بالا اومد. با ترسی آمیخته به هیجان پله ها رو بالا رفت. در اتاق رو باز کرد. اتاق پر بود از تابلوهایی که از مکانهایی که هیچ کس در آن روستا ندیده بود، جز یه تابلو، تصویری از خود او ایستاده پشت همون پنجره با مهی غلیظ در پس زمینه، و در گوشه تابلو با دست خطی لرزان نوشته شده بود: او باز خواهد گشت وقتی زمانش برسد.